خانم آمری، ما بدنمون به شدت سرده، نمیدونیم چیکار کنیم. شما گفتید با ادویه گرمش نکنید، التهاب بدنتون میره بالا، کبدتون داغون میشه. سردیجات هم حذف نکنید چون اون هم ضررهای خودشو داره. پس ما چی کار کنیم؟ علائم سردی بدن چیا بود؟ سوخت و ساز پایین، ورم بدن، چاقی بیدلیل، خستگی خیلی زیاد و بیدلیل. حتی ممکنه یک عالمه خوابیدید، بلند شدید، بازم حسابی خسته هستید. خیلی زود انرژیتون تموم میشه، حس میکنید که غذاتون زیاد نشده اما روز به روز دارید چاق و چاق‌تر میشید، بی انگیزه اید، حوصله انجام کارها رو ندارید. همه اینها از علائم سردی بدنه. حتی ممکنه زود به زود مریض بشید. سیستم ایمنی ضعیف، حافظه کم، تمرکز پایین، همه اینها، درد مفاصل. چطوری گرمش بکنیم؟ لطفاً اینجا رو با دقت زیاد گوش کنید چون مشکل همتون هست. به زبان ساده، بدن ما به صورت طبیعی خودش گرمه، سوخت و سازش بالاست، متابولیسم خوبی داره. اگر ما متابولیسممون پایینه، بدنمون سرده، این نشون میده ما یه سری کارهای غلط انجام دادیم و باعث شدیم بدنمون از حالت گرمی خارج بشه. باید اون کارهای غلط رو شناسایی کنیم دیگه انجام ندیم. استفاده خیلی زیاد از مواد قندی و نشاسته‌ای. از اون طرف در زمانهای نامناسب غذا خوردن که یا بود صبح زود، شب دیر، همه اینها بدن سرده، تقاضای غذا نداره اما شما هم صبح زود صبحونه میخورید، هم شام دیر وقت میخورید. پیاده روی نکردن و تحرک نداشتن. بدن ما با یک میزان فعالیت روزانه حالش خوبه، شما اون رو انجام نمیدید، مدام نشستید پشت میز یا توی خونه هستید. آفتاب به بدنتون نمیخوره، خود این یکی از عوامل سردی بدنه. شما همه اینها رو انجام میدید و میگه خب خانم آمری یه چیزی بگو ما بخوریم که سریع درست بشیم. نه عزیزم، نمیشه یه چیز ساده خورد و همه این مشکلات رو حل کرد. شما باید سبک زندگیت رو درست بکنی، باید این نبایدها رو ازش پرهیز بکنی. حالا ما این نبایدها رو جدی گرفتیم، از اون طرف فعالیت بدنیمون هم درست کردیم. حالا میتونیم از چه دسته‌بندی از غذاها استفاده بکنیم که بدنمون سرحال‌تر بشه؟ ببینید، تخم مرغ از جمله غذاهاییه که بسیار مفیده، باید استفادهش بکنید. بدنتون رو حسابی گرم و سرحال میکنه. انواع سوپ ها، انواع آش ها، آبگوشت، کله پاچه، خوراک ها، همه اینها بدن شما رو گرم میکنن. همینطور مغزیجات، مخصوصا گردو. دارم دوباره تاکید میکنم کی غذا خوردن خیلی مهمه. همین غذاهایی که درست هست و بهتون گفتم، اگر برید دیر وقت بخورید یا صبح خیلی زود بخورید، باز دمنوش هم به ما بگو که ما بخوریم بدنمون گرم بشه. دمنوش بدونید فقط 5% ماجراست. پس باید همه اونها رو درست انجام بدید، بعد از دمنوش های درست هم استفاده کنید. چه دمنوش هایی؟ دمنوش هل، دمنوش نعنا یا کاکوتی، دمنوش آویشن، چای ماسالا، چای سفید. بدانید و آگاه باشید وقتی بدنتون سرده میزان استرس به شدت بالاست. یعنی وقتی یه بدن سرده، یک خبر خیلی کوچیک میتونه آشفتش بکنه، میتونه شما رو نگران و مضطرب بکنه. باز پرسیدید خانم آمری برای سردی مغز هم بگید، برای سردی کلیه و مفاصل هم بگید. ببینید این تکنیک هایی که گفتم برای سردی کل بدنه. نکته بسیار مهمی که در مورد گرم کردن بدن مقفوله اینه که یادتون میره غیر از ورودی های بدن باید ورودی های ذهنتون رو هم کنترل کنید. افکار منفی، خاطرات بد، اخبار ناگوار بدن شما رو سرد میکنن. میشید با دوستان و آشنایان و رفقاتون از اتفاقها و خاطرات ناگوارتون تعریف میکنید، از بدبختیاتون میگین، از چیزایی که دوست ندارید تو زندگیتون باشه اما مدام اونها رو تکرار میکنید. اینها همشون انرژی دارن و این انرژی منفی باعث میشه بدن شما به شدت بره به سمت سردی و سستی. هاتونم توی گفتن بدبختیاتون یه جوری اغراق میکنید و مسابقه میذارید، یعنی تا ثابت نکنید که وضعیت زندگی شما از دوستتون بدتره و شما بدبخترید، ولکن ماجرا نیستید. همه اینها رو باید رها بکنید. خانم آمری، من خیلی نگران آینده پسرم هستم، نگرانم نکنه که آیندهش چی میشه، این چه جوری میشه. دوست عزیز،
شما مسئول زندگی خودت هستی. درست زندگی بکن، لذت ببر، مطمئن باش آینده اون بهترین از آینده شما قطعا بهتر و بهتر خواهد شد. چرا؟ چون رفتار درست از شما ببینه، لذت بردن از زندگی یاد بگیره، مطمئن باش اون هم همین روش رو جلو میبره و آیندهش قطعا درخشانتر میشه.